شب و روز سرما، چالش ها و مجبوری. این یکی از خانواده هایی است که اخیراً به دلیل ناامنی به کابل پناه آورده و زندگیشان را در زیر یک خیمه و خانه گلی سپری می کنند. اعضای این خانواده بر علاوه مشکلات صحی با بسا کمبودی های دیگر به شمول نبود سرپناه دست و پنجه نرم می کنند. پروین مادر این خانواده است و با اطفالش در یکی از کمپ های بگرامی کابل زندگی می کند. مشکلات ما سوخت است، چوب سوخت، فقر، گرسنگی. یک شوهرم کار میکنه، خلاص دیگه گاهی کارش میشه گاهی نمیشه. هلی به خدا شیستیم دیگه نمیگه که خداوند که ما کمک شود، دولت کمک شود، باید از پیسه دارا بر ما کمک شود، تجارا باید از بر ما کمک شود. این تنها پروین نیست، بلکه صدها خانواده دیگر نیز در همچون وضعیت شبهایشان را صبح می کنند. گل آقا بیجا شده دیگر است که وعده های عملی ناشده حکومت او را ناراضی ساخته است. مشکل از مواد سوخت داریم، از نگاه مواد سوخت. حالا همین تو خانه هست که انشالله گفتن میتونم که همقدر کاغذ نداره که در بتی ازم کوچو ببانیم. دیگه مشکلات مواد خوراکه داریم، مشکلات مواد پوشیدنی داریم. این تلفای نادان شما میبینیم کلی پایلوج است، مگر این برفباری ها که شروع شده هیچ کس طرف ما مردم دور نخورده. شما میتونین قدمه یک جای داخلی کم بگردین، بسیار مشکلات ها ما مردم مخامخ هستیم. داد و ولای مرام کسی نمیشنوه. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید بر اساس حکم رئیس جمهور طرحی را تدوین کردند که نه تنها مشکلات بیجا شده ها را بلکه به افراد آسیب پذیر نیز رسیدگی خواهد شد. جلالتمآب محترم رئیس جمهور هدایتشانی بود به او کمیته که نه تنها عودت کننده و بیجای شده که مجموعه افراد آسیب پذیر را باید در موردش پلان‌ها و برنامه وجود داشته باشه که در پالیسی که ساخته شده این مسائل گنجانده شده. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو له لاسه زیات شمیر کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدلو په هدف کابل ته راکډه شي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.